بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والشهادة في سبيلك. درس هشتم است. دوستای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس هشتم ما و شما ایمان به توحید یا یگانگی الله سبحانه و تعالی را میخوانیم که ما و شما در ارکان ایمان گفتیم که آمنت بالله و ملائکته تا به آخرش. اولش ایمان به الله هست. در ایمان آوردن به الله یکی ایمان به وجود الله میریم، دیگه ایمان به وحدانیت الله سبحانه و تعالی میریم و این بسیار مهم است. مثلا بسیاری کسا به وجود الله، مثلا اگر شما میل پرسان بکنین، یهود هم به وجود الله ایمان دارن، نصارا هم به وجود الله ایمان دارن، مثلا فلاسفه هم بسیار فلاسفه هستن به وجود الله ایمان دارن و بسیاری اشخاص از نگاه عقلی به وجود الله سبحانه و تعالی ایمان دارن. لکن مشکل بسیاری از اینا در چی هست؟ از یهود، از نصارا، حتی ابو جهل، ابو لهب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. مشرکین قریش که میگفتن ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم، اینا کلشان به وجود الله باور داشتن. یعنی انکار از وجود الله که ملحدین بودن بسیار در عصر قدیم کم بود و در عصر حاضر هم یک تعداد کمونستایی که هستن که اونا پیروای مارکس و انگلس و لنین هستن، اینا از وجود الله انکار کردن. در غیر از او دیگه کلگی به وجود الله سبحانه و تعالی باور دارن. لکن اصل مشکل در کجا هست؟ اصل مشکل در توحید است که بسیاری کسا با وجود ایمان داشتن به وجود الله، با وحدانیت الله مثلا اینا باور ندارن. و ایمان داشتن به وحدانیت الله در 6 نقطه بسیار مهم است که انسانی که واقعا میخواه من حیث یک انسان مؤمن موحد باشه، او باید چی کنه؟ به 6 چیز در توحید الله ایمان داشته باشه. اول در ذات الله باید بفهمیم که الله سبحانه و تعالی ذاتش یگانه هست. ما و شما کدام از این تشریح میکنیم. باز از صفات الله باید کس را شریک نکنیم. یگانه هست الله. هیچ صفت الله مثل صفت مخلوق نیست و صفات ما مخلوقات مثل صفات الله نیست. الله صفات خاص داره که مخصوصی از او هست. افعال، سوم توحید در افعال است که الله متعال افعال خاص داره که در او افعالش مخلوق مداخله کرده نمیتونه و او افعال مخلوق نمیتونه داشته باشه. اینال او افعال خاص الله هست. و چهارم در عبادات، مثلا انسان باید توحید در عبادت داشته باشه که عبادت مخصوص الله هست. اگر کس به پیغمبر عبادت میکنه، به ولی عبادت میکنه، به ملائکه عبادت میکنه، به جن عبادت میکنه، به هر چیزی به غیر الله عبادت میکنه، این موحد گفته نمیشه، این مشرک گفته میشه. متوجه باشین. ششمی، چهارمی اول در ذات شد، دوم صفات شد، سوم افعال شد، چهارم در عبادت، پنجم در احکام الله. یعنی ما برای الله احکام میگیم، قانون نمیگیم. به الله شریعت، احکام الله را شریعت میگن. یعنی باید به شریعت الله هم ما و شما باور داشته باشیم که فقط کسی که تعیین میکنه احکام الله هست. قوانینی که انسان ها میسازن این قانون میگن و وقتی که قانون انسان میسازه اگر در آشنایی شریعت بود، زیر شریعت این جور شده بود، این قانون درست است. اما اگر قانون جور میشه که با شریعت الله در تکر است، مخالف از او است، این قوانین طاغوتی هست. پس باید به قوانین و احکام الله سبحانه و تعالی هم انسان باید موحد باشه. یعنی ایمان داشتن به یگانگی احکام که الله سبحانه و تعالی او ذاتی است که تعیین میکنه احکام. پیغمبر وظیفهش تعیین احکام نیست، پیغمبر تبلیغ میکنه. برای پیغمبر وحی میاد، وحی جلی میاد در قرآن، وحی خفی میاد در احادیث و رسول الله صلی الله علیه و سلم او رو تشریح میکنه، توضیح میکنه، تبلیغ میکنه. اما کی تعیین میکنه؟
الله هست. انا احللنا لك ازواجک. حتی برای پیغمبر صلی الله علیه و میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما برای تو حلال ساختیم همسران تو را. این حکم کی است؟ این کی تعیین کرده؟ الله تعیین کرده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم حق نداشت بیشتر از آن چیزی که الله برش تعیین کرده یا زیاد کنه یا کم بکنه. متوجه هستین؟ ششمی توحید در چی است؟ در نامهای الله هست که انسان مسلمان باید نام، مثلا الله نام الله هست، وقتی ما با یگانگی الله، یا الرحمن نام الله هست و دیگر نامهای الله هم که هستن نامهایی است که مخصوص الله هست و اگر با مخلوق از نگاه لفظی بعض نامها مشابهت داشته باشه، لکن نامهای الله از نگاه معنا و مفهومش هیچ وقت با مخلوق چی مشابهت نداره. مثلا الله عالم است، عالم الغیب و شهاده. الله علیم است، مخلوق علیم شده نمیتونه، مخلوق نمیتونه علم غیب داشته باشه. پس ما و شما باید چی کنیم؟ توحید. در توحید چی است؟ که در 6 چیز انسان باید موحد باشه. این باز علما بعضیا به 3 بخش تقسیم کرده، تو مثلا 6 بخش، بعضی علما مثلا در 3 بخش گفته که ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات در این شامل شده. بعضیا 2 بخش تقسیم کرده، همین کلش در 2 بخش تقسیم کرده و بعضیا مثلا 4 بخش میگن. اصلا در قرآن و سنت همین 6 موضوع توحیدی هست که این 6 موضوع رو باز اگر 3 بخش هم تقسیم کنین یا 4 بخش تقسیم کنین، خب مقصد کل از این دو شامل می باشه. خب دلایل توحید وقتی که بحث میکنیم از توحید، اینا دلایلش چی است؟ دلایل توحید مثلا اول در قرآن عظیم الشان است، در احادیث است و در اجماع و اقوال علمای اسلام هستند. یعنی همیشه وقتی که ما و شما از شریعت الهی گپ میزنیم باید چی داشته باشیم؟ دلیلی از قرآن داشته باشیم و دلیلی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم و علمای بزرگواری که اونا علمیتشان و دانششان از عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم یا علما شروع شده است تا عصر امروز، علمایی که رتبه علمی بلند دارن از ما کده، علمیتشان بیشتر است و خوبتر است و شخصیت های پذیرفته هستند، مفسرین هستند، اینا بزرگوارا هستند. پس اینا اقوال از اونا را هم ذکر میکنیم تا ما و شما با اساس اینمی سیستمی که پیروی از قرآن است و سنت است و اجماع صحابه هست و همو اجتهادات علمای اسلام که بیان کردن، تشریح کردن، توضیح کردن، ما و شما عقیده خود جور بکنیم و درست بکنیم. خب حالا گفتیم دلایل توحید. یک کسی مرا پرسان میکنه خب شما گفتین توحید داشته باشیم، چی دلیل دارین؟ میگیم در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی میگه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. الله متعال در سوره نحل آیت 36 است. الله متعال میگه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. ما در هر امت، الله متعال میگه ما در هر امت رسول فرستادیم. اینجا کسی میگه اینجا ما گفته ولقد بعثنا، ما میگیم برش در جایی که الله متعال عظمت و قدرت خود بیان میکنه، در اونجا بر ذات خود ضمیر جمع را استعمال میکنه. ولقد بعثنا یعنی الله متعال میگه ما با قدرت خود و با عظمت خود و با جلال خود چی کردیم؟ فرستادیم در هر امت رسولا پیغمبر. و باز در جایی که الله متعال تنها مثلا توحید بیان میکنه، باز اونجا الله متعال ضمیر مفرد استعمال میکنه، مثل قل هو الله احد الله الصمد. اونجا توحید ذات است، الله ضمیر هو استعمال کنه. قل هو الله هو الله واحد است، الله الصمد لم یلد. اینجا هم فاعلش چیست؟ مفرد است. لم یلد و لم یولد نائب فاعل مفرد است. ولم یکن له کفوا احد. یعنی کلش چیست؟ اینا کل ازی اینجا باز خواه. آل میم سر ازی که الله متعال در این آیت قرآن چی میگه؟ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ان اعبدوا الله، این که شما الله را عبادت کنید. یعنی تمام پیغمبرا که از زمان آدم علیه السلام و نوح علیه السلام همی قسم میه تا رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمامی این پیغمبرها چی هستند؟ تمامی پیغمبرها که آمده اند اینا برای چی آمده بودن؟ الله متعال میگه ان اعبد الله، یعنی الله میگه با عظمت و قدرت خود پیغمبرها را فرستادیم
خب این پیغمبرها برای چی فرستاده شدن؟ به خاطر از این دو کار. ان اعبدوا الله، فقط عبادت برای الله شد. عبادت برای الله شد. و گفتیم 6 قسم عبادت است، باز در آینده در تشریحات میه که تمام عبادات 6 گانه مخصوص الله انجام داده شد. و اجتنبوا الطاغوت، و اجتناب بکنین از طاغوت. طاغوت کی است؟ طاغوت هم در درسای بعدی هم میه، لکن طاغوت علامه ابن قیم جوزی میگه 3 قسم طاغوت است. یک شخص عبادت میشه، از عبادت راضی است، او هم طاغوت است. شخص قانون میسازه ضد شریعت الله، این هم طاغوت گفته میشه، این طاغوت مطاع میگن. و یکی طاغوت متبوع میگن، اشخاصی هستن که ضد شریعت الله، ضد قرآن و سنت فتوا میتن، این هم طاغوت گفته میشن. پس الله متعال میگه که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، در هر امت ما رسول فرستادیم که اول عبادت ان اعبدوا الله، عبادت مخصوص الله بکنین، الله را عبادت بکنین. و اجتنبوا الطاغوت، از این معبودای باطل و از این قانونگذارای باطل و از این چی هسته؟ از مفتی های باطلی که ضد شریعت الله حکم میکنن، احبار و رهبان بودن در سابق، از اینا شما چی کنین؟ اجتناب بکنین. بینمی قسم در مقابلش میگه که ولقد اوحی الیک، در سوره زمر آیت 65 الله متعال میگه ولقد اوحی الیک، و یقینا که وحی شده به سوی توی رسول الله صلی الله علیه و سلم، و الی الذین من قبلک، و برای کسانی که قبل از تو بودن، لئن اشرکت، اگر تو شرک بیاری، لیحبطن عملک، لیحبطن حتما با چی میشه؟ از بین میره عملک، تمام اعمال صالحی تو. این خطاب است، یعنی اگر تو شرک میاری، هر انسانی که هستی، حتی شخص پیغمبر خود معصوم است، لکن الله متعال خطاب میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم تا ما امتش درس توحید بگیریم. میگه اگر شریک بیاری به الله، یا در ذاتش، یا در صفاتش، یا در افعالش، یا در عبادتش، یا در احکامش، یا در نامهایش، لیحبطن عملک، تمام اعمال صالحی تو چی میشه؟ از بین میره. ولتکونن من الخاسرین، و حتما از جمله خسران کننده شده، خسران کسایی میشه که در خسران و در زیان و نقصان هستن. شاید شما بگید استاد چرا اینجا گفتین که لا یحبطن را هم گفتین که حتما؟ ما براتون میگم که لام و دو تا نون که است، این تاکید هستن. تاکید به معنای حتما. یحبط از بین میره، لا یحبط حتما از بین میره. باز لا یحبطن دو تا توکید دیگه میشه. یعنی در اینجا بسیار توکید شده مسئله، بسیار مسئله اعتقادی و توحیدی هست. و به خاطر از این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه درس چی میداد؟ درس توحید میداد. یعنی من خودم از وقتی که درسای عقیده را فهمیدیم دیگه درس نمیتم، دیگه مسائل اگر فتوا باشه دوستان این برادر اینی فتوا هست خوار عزیز، این از فلانی عالم دیگه پرسان بکن، یا مسائل فقهی هست این از دیگرها پرسان بکن. زیاد کوشش میکنیم درسایم درباره چی باشه؟ عقیده باشه. بعضی دوستان میگن که استاد شما خود چند سال پیش هم درس عقیده داده بودین. من میگم نه، تا روزی که ملک الموت ندیدیم اما درس عقیده را جریان داشته می باشه. اما تو گفته میریم. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در 13 سالی که در مکه مکرمه بود چی کرد؟ درس عقیده میداد. شیخ شعراوی چی میگه؟ میگه المرحله المکیه، میگه مرحله مکی که است، و کان کل هدفها، میگه تمامی هدف از چی بود؟ الترکیز علی العقیده و الایمان، یعنی ترکیز فوکس بود بالای چی؟ بالای عقیده و ایمان به وحدانیت الله و النبوات، و وحدانیت الله و النبوات و البلاغ عن الله و التبلیغ از جانب الله. این میگه مرحله مکی بود. ببین این شعراوی یک عالم هست مصری که یک تفسیر داره به نام تفسیر شعراوی. یک عالم دیگه هستن صالح فوزان، میگه من اقوال از اینا رو براتون ذکر به خاطر از این میکنم که بعضی از دوستان میگه که استاد شما از دل خود میگین بعضی چیزا را. نه، از دل خود ابدا جرئت نمیکنم بگویم،
چون من اقوال علما را برای دوستا میگیرم، انتقال میتم اقوالشان را، ولو که اگر با او عالم مثلا من خودم شخصا اختلاف نظرم داشته باشم در بعض مسائل، در بعض فتاواش، لکن به خاطر ازی که بسیاری دوستا اینا را مثلا میپذیرن، من اقوالش براتون ذکر میکنم. این عالم چی میگه؟ میگه بله این الصور المکیه تکاد تکون مختصه ببیان العقیده الاسلامیه. میگه بلکه سوره های مکی که است، میگه نزدیک است که مخصوص به چی باشه؟ به بیان عقیده اسلامی باشه. سوره های مکی را یکی از تعریف های سوره های مکی چی است؟ میگه قبل از هجرت نازل شده. همون خلاصش کوتاه، قبل از هجرت نازل شدن. این حال 13 سال که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت نکرده بودن، کل سوره ها درباره چی بود؟ درباره عقیده توحید بود و رد الشبهات الموجهه الیها، و رد بود بر شبهاتی که درباره عقیده مردم ایجاد میکردند. در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بعضی کسایی بودن از مشرکین و از منافقین و از یهود و نصارایی که در یثرب بودن، اینا مثلا یا در نجران بودن، شبهات ایجاد میکرد. این 13 سال یا عالم میگه کلش درباره چی بود؟ عقیده بود. و الناظر، دیگه عالم چی میگه؟ میگه و الناظر فی الفتره المکیه، میگه کسی که در فتره مکی چی میکنه؟ این هم یک عالم است، قحطانی نشته کرده. این میگه که کسی که به فتره مکی نظر میکنه، والتي كانت 13 عاما، این ببینید میگه دقیق، میگه در حالی که 13 سال بود، کلها تربیت و اعداد و غرس لمفاهیم لا اله الا الله. میگه امی 13 سال کامل درباره چی بود؟ تربیت بود. تربیت چی بود؟ که لا اله الا الله را یاد داشته باشیم. این تربیت بود. دیگه چی بود؟ دیگه میگه اعداد، آمادگی بود. دیگه چی بود؟ غرس یا نهادینه ساختن، یا مثل درخت شما میشن در جای. و شاندن چی بود؟ لمفاهیم لا اله، یعنی نهادینه ساختن مفهوم لا اله. یعنی 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم کار میکرد تا که چی باشه؟ عقیده توحید مردم یاد داشته باشن و عقیده توحید در ذهن، با این عقیده تربیت شوند، با این عقیده آماده شوند و این عقیده نهادینه شود در وجودشان. متوجه هستین؟ چی؟ عقیده لا اله الا الله. این کار رسول الله صلی الله علیه و سلم در 13 سال میکرد. خب پس ما و شما اینا در قرآن عظیمشان این دلایلش گفتیم. عالم آیا میگه در احادیث هم دلایل است؟ بله خواهر عزیز، برادر محترم، در مورد توحید در احادیث هم آمده هست. یعنی ما و شما وقتی که اذکار صبح و شام میخواندیم، هر ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر توحیدی هست، اینو خواندیم ما و شما. اینا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم امام بخاری رحمه الله چی میگه؟ روایت میکنه عن ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یقول، میفرماید لما بعث النبی صلی الله علیه و سلم معاذا نحو الیمن. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ رضی الله تعالی عنه یک صحابی است، ایره به طرف یمن فرستاد. یمن خب ما شما میفهمیم که یک کشور است. قال له، برای معاذ ابن جبل، برای معاذ است، برای معاذ رضی الله تعالی عنه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد، برش چی گفت؟ ذکر توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب. گفته این معاذ، تو وقتی که اونجا میری، تو اونجا روبرو میشی با قومی که اونا از چی هستن؟ اهل کتاب هستن. در یمن که مثلا یهود باشن، نصرانیا باشن، اینا باشن. فلیکن اول ما تدعوهم، زیاد اونجا نصرانیا زیاد بودن. فلیکن اول ما تدعوهم، پس اولین چیزی که دعوت میکنی اهل کتاب، کریستیان، نصرانی ها را، اونا را به چی دعوت بکن؟ ان یوحد الله تعالی، که شما اونا را به وحدانیت الله دعوت بکنید. حالا بسیاری کسایی که تو دعوتگر قوی نیست، مثلا دعوت از کجا شروع میکنه؟ از حقوق زن شروع میکنه و باز مثلا اهل کتاب کسان اول که کت کافر ششتی، کت مرتد ششتی، کت بیدین ششتی، کت کمونیست ششتی، کت بیخبر و جاهل ششتی،
که هر کس اول توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ که اول توحید برش بیان بکو، برش بفهمن که الله ذات یگانه هست، در ذاتش، صفاتش، افعالش، عباداتش. چرا بسیاری کسا هستن که وقت عقیده را نمیفهمن دیگه مسائل زیاد میفهمن. ببینی خودش در شرک مبتلا میشه، در کفر مبتلا میشه، حتی دشمن توحید میشه. چرا قدر توحید گپ میزنین؟ چرا از شرک گپ میزنین؟ یک وقت مثلا چرا از شرک گپ میزنین؟ برادر عزیز، از شرک از توحید به خاطر از گپ میزنیم که کل قرآن در توحید است. از شرک به خاطر از گپ میزنیم که الله درباره شرک گفته، درباره مشرکین گفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره گپ زدن. متوجه هستین؟ اینا کل از یک وقت در زندان یک سالانوال بود، مرا میگفت که چرا همیشه خودت از طاغوت زیاد گپ میزنی؟ ما گفتم خب برادر، طاغوت خود قرآن هست. حالا از قرآن، از اصطلاحات قرآنی را برای شاگردای خود تشریح نکنیم؟ تو چرا زورت میده که من از طاغوت گپ میزنم؟ طاغوت هستی سر قارت نه. وقت مال یک نفر مثلا درباره دوز گپ میزنن، خب مثلا ما یک مجلس شدیم دوز بسیار، یک نفر دشنام میته و دوز بد میگن، چرا ما قار شوم؟ من خود دوز نیستم. اما اگر دوز باشه موضوع قارش می. حالا خودت چرا قارت می؟ حتما صفت طاغوتی داریم. اینا در این راستا انسان متوجه باشه که اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه دعوت به توحید کرد و وقتی که معاذ رضی الله تعالی عنه، معاذ ابن جبل رضی الله عنه رو روان میکنه به یمن، برش توصیه میکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم آل در مدینه منوره چی هسته؟ این خوب فطری مدینه هست که روان میکنه به طرف یمن. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبر دولت اسلامی هست، نظام اسلامی قائم است. متوجه هستین؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث رسول الله و خلیفه که الله گفته اینی جاعل فی الارض خلیفه الله، در زمین الله. این ای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. آل معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه روان میکنه، والیش است به کجا؟ به یمن. خب چی میکنی در یمن؟ میگه اول ما تدعوهم الى ان یوحدوا الله تعالی. اولین چیزی که دعوت میکنی، دعوت به چی است؟ به توحید الله است. به این اساس نخستین چیزی که دعوت باید شود چی است؟ احمد ابن عمر حازمی، این یک عالم بزرگوار از عقیده میگه چی میگه؟ میگن اذن الدعوت الى التوحید هی اول الواجبات. اول دعوت به توحید که است اولین واجبات است. حالا بسیاری جای است مسلمان، من مسلمان هستم، برای من درس توحید نده، ما کلمه خواندیم 20 سال پیش 30 سال پیش، اما اگر از پیشش کلمه را پرسان بکنی، خب کلمه را که خواندی چی شروط داره؟ میگه والا من شروط کلمه را نمیفهم. خب کلمه چی ارکان داره؟ میگه والا ارکانش نمیفهم. تعهداتش چی تعهد داره؟ والا من نمیفهمم، دقیق گفتن نمیتونم. خب وقتی که کل از را گفتن نمیتونی، وقتی که باز شروط برش بیان بکنی، اگر 3-4 شرط در وجودش هست، 2-3 شرط دیگه در وجودش نیست، و باز خب کی تو کلمه درست شد، باز اجازه هم نمیدی که درباره توحید گپ بزنیم. احمد ابن عمر حازمی چی میگه؟ میگه اذن بناء الدعوت الى التوحید، دعوت به سوی توحید، هی اول الواجبات، ای اول واجبات است. فلیکن هذا امر، میگه اینجا فلیکن که از چی است؟ میگه فلیکن، این میگه امر است. چی است؟ امر است. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای معاذ چی گفت؟ این عالم این حدیث تشریح میکنه، میگه کلمه گفت که برای معاذ گفت که فلیکن اول ما تدعوهم الی ان یوحدوا. میگه اینجا فعل فلیکن آمده است. میگه فلیکن که است؟ میگه فعل امر است، یعنی یکن فعل مضارع است، اصلش یکونو، لام امر سرش داخل شده. متوجه هستین؟ وقتی که پس میگی فعل امر شد، لام امر سرش داخل شده. علام هذه لام الامر، این خودش میگه این لام چی است؟ امر است. و یکن فعل مضارع است. اقترنت به لام الامر، میگه به این لام امر مقترن یک جای شدن. و یقتضی حینئذ الوجوب، میگه این تقاضای چی رو میکنه؟ وجوب میکنه. یعنی فعل امر وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک کار امر میکنن، این دلالت به فرضیت از این کار میکنن، به واجب بودن از این دلالت میکنن. یعنی این فرض است و این واجب است، به شرطی که قرینه مانع، اینجا قرینه مانع نیست، بنابراین این واجب است.
بناء بالای مسلمان اولین چیزی که یاد میگیره چی است؟ باید توحید یاد بگیره. وقتی فهمیدیم که تمامی قرآن عظیم و شان درباره توحید است، کل قرآن درباره چی است؟ توحید است. این میای علما میگن بنابراین احادیث هم شرح قرآن است، کل احادیث هم چی است؟ درباره توحید خب میگه. خب میریم در امام بزار رحمه الله روایت میکند عن حذیفه رضی الله عنه قال قام النبی صلی الله علیه و سلم فدعا الناس. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد شد، دعوت کرد مردم، فقال هلموا الیه، برای مردم گفت ای مردم پیش ما بیاین، فاقبلوا الیه، صحابه رضی الله عنهم کلشان اجمعین آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و نزدیک شدن، فجلسوا، همه صحابه نشستن، فقال هذا رسول رب العالمین جبریل صلی الله علیه و سلم. گفت ای جبریل، ای رسول رب العالمین، جبریل علیه السلام بر از معرفی میکنن. گفت ای جبریل امین علیه السلام است، رسول رب العالمین است، جبریل علیه السلام است. نفث فی روعی، در قلب ما یعنی نفس کرد، پف کرد، وحی کرد، انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، که نفس نمیمره تا وقتی که رزقش تکمیل نشه. و این ابطع علیها، اگرچه تال بخورن. فاتقوا الله واجملوا فی الطلب، شما از الله بترسین و در طلب رزق از نیکی کار بگین. ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تأخذوه بمعصیت الله فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته. پس شما از الله بترسین، در قسمت پیدا کردن رزق از نیکی کار بگیرین، و یعنی که کدام وقتی که رزق شما پایین میشه یا کم میشه این سبب نشه که شما پشت رزقتان از طریق معصیت الله استفاده بکنین، زیرا از نزد الله کسی چیزی گرفته نمیتونه مگر چیزی که با طاعت الله. پس احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم درباره چی است؟ درباره توحید است. یعنی کل امی قسم قرآن و حدیث اگر ما شما به توحید بیان میکنه، توحید بیان میکنه. خب سومی دلایل توحید در اقوال علمای اسلام هست. علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله چی میگه؟ علامه ابن ابی العز حنفی یک کتاب از به نام عقیده طحاویه میگن. او متن است، چند صفحه است، خودتر کتاب است، او متن است. باز ابن ابی العز حنفی و بسیار علمای دیگه هم معاصرین هم این کتاب چی کردن؟ تشریح کردن، توضیح کردن. و علامه ابن ابی العز حنفی کتابش از به نام شرح عقیده طحاویه. این بسیار پوهنتون‌های مشهور جهان، پوهنتون‌های عالمیه که میگن الجامعات العالمیه یا پوهنتون‌های اینترنشنال، این کتاب تدریس میشه. یعنی کتاب بسیار معتبر هست و بسیاری کسایی که این کتاب میخوانه عقیدهشان بسیار جور شده. متوجه هستین؟ حتی یک عالم برای من یک روز گفت من تا وقت عقیده من جور نشده بود بسیار کتابا رو خواندم، کتاب‌هایی که مثلا در مذاهب یا گفت خواندم تا زمانی که امی عقیده ابن ابی العز حنفی رو خواندم، باز گفت بسیاری موضوعات این عقیده رو بسیار خوب تشریح میکنم. والله اعلم دیگه، من 100% سرش حکم کردن نمیتونم، چون او عالم بزرگ هست و هر عالم از خود بسیار صفاتهای خوب میداشته باشه و بعضی جاها یگان اشتباه و یگان غلطی هم میداشته باشه. خب به هر صورت و او غلطی ها و اشتباهات علما را هم کسایی که بسیار علم بلند دارن و بسیار میفهمند باز اونا تشریح میکنن او را. اونا منتها ما و شما از اقوال از اونا اقوال عالم بزرگوار الله از پیشش راضی باشه ای چی میگه؟ میگه فالقرآن کله فی التوحید، میگه کل قرآن درباره توحید است. چه خوب یک گپ زدن. و حقوقه و درباره حقوق توحید است و جزائه و درباره جزا یا پاداش توحید است. عالم میگه. علامه ابن قیم رحمه الله چی میگه؟
علامه ابن قیم رحمه الله شاگرد علامه ابن تیمیه رحمه الله هست. این علامه ابن القیم بسیار قرآن شناس، بسیار عالم است. اقوالش بخواین، یعنی من خودم واقعا اقوال علامه ابن قیم وقتی که میخوانم بیخی تو تعجب میکنم که سبحان الله چه عالم بزرگ است. این چی میگم؟ القرآن كله في التوحید. میگه قرآن کلش در توحید است. من یک وقت همین گپ که شنیدم بیخی دیگه برای من یک چیزی بسیار جالب بود. یعنی قرآن کلام الله کلش در توحید است. اینال باز این وقتی که تشریحات از اینا را دیدم که تقریبا قرآن 14 بخش تقسیم میشه. شاید یک کس پرسان کنه چطور کل قرآن درباره توحید است؟ اینه برش می شما همین اقسام بخونین، 14 چیز است در قرآن. اول شناخت خالق است. در قرآن وقتی که می الله را ذاتش هم میگه، صفاتش هم میگه، افعالش هم میگه، عبادتش هم میگه، شریعت و احکامش هم میگه، نامهای الله را میگه، کلش توحید شد نشد؟ پس این اقسام توحید شد. قسم دوم حقوق توحید بیان میکنه. حقوق توحید و مکملات آن چی است؟ که عبارت از اطاعت از اوامر الله و اجتناب از نواهی الله است. آیات زیاد قرآن است که این حکم الله را تطبیق بکن و ایره نکن، نماز بخوان، روزه بگی، حج. این کلش چی است؟ اینا حقوق توحید هست. پس اینا هم مربوط به چی میشن؟ به توحید میشن. قسم سوم لوازم توحید است. متوجه باشید، بسیاری نقاط بسیار مهم است، بسیار مهم است. این کس بفهمه توحید درست میفهمه. قسم سوم لوازم توحید است. لوازم توحید چی است؟ موالات و معادات است. موالات و معادات چی است؟ بعضی کسا میگه من 50 سال عمر شده تا اول موالات و معادات کس برای من نگفتیم. برش میگیم که موالات دوستی با دوستای الله هست و معادات دشمنی با دشمنای الله هست. این از لوازم توحید است. تو که میگی من موحد هستم، بالای تو لازم است. این از لوازم توحید است که با دوستای الله، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، مجاهدین، مهاجرین، کسایی که مؤمنین حقیقی موحدین هستین، با این دوستی داشته باشی. اگر که از اینا بدبینی داشته باشی، معلوم میشه که مثلا تو مشکل داری. و دشمنی با دشمنای توحید، با یهود دشمن توحید است، نصارا دشمن توحید است، مشرکین دشمن توحید هستند، مثلا سیکولرها، دموکرات‌ها، اینا دشمنای توحید هستند، فلاسفه عقل پرست، حس پرست دشمنای الله هستند. با اینا باید معادات داشته باشی. متوجه هستی؟ این موالات و معادات میگن. پس در قرآن بسیار آیات قرآن است که میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. این که معادات از دشمنی است. مؤمنی کافرها را باید دوست خود نگیرن. دیگه جای میگه که یهود و نصارا را به دوستی نگیرین. متوجه هستین؟ پس اینجا این قسم سوم این از لوازم توحید است. این کسی که موحد است باید این 14 صفت در وجودش اینو باید داشته باشه. قسم چهارم چی است؟ معرفی اهل توحید است. بسیار آیات قرآن است که اهل توحید معرفی میکنه. مثلا نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. در قرآن ببینید که مثلا پیغمبرا موحدین هستن، اهل توحید هستن، معرفی میکنن. مثلا ذوالقرنین معرفی میکنه، اصحاب کهف معرفی میکنه، لقمان حکیم معرفی میکنه. اینجا موحدین. پس این آیات قرآن هم درباره چی شد؟ معرفی اهل توحید شد. پس درباره توحید شد. قسم پنجم صفات اهل توحید بیان میکنه. بسیار مثلا صفات، مثلا پیغمبرها چی صفات داشتن و مثلا صفات نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. مثلا نبیین چی صفات داشتن، صدیقین چی صفات داشتن، یا کل درباره توحید است. مثلا و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا. ببین صفات اهل توحید بیان میکنن. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. چی بیان میکنن؟ صفات اهل توحید بیان میکنن. قسم ششم قصه های اهل توحید بیان میکنن. قصه های زندگی اهل توحید بیان میکنن. قصه نوح علیه السلام پیدا میکنن. ببینید که یک پیغمبر موحد است چه قسم مشکلاتی داشتن. قصه موسی علیه السلام بیان میکنن که موسی علیه السلام موحد بود، امرای مثلا بنی اسرائیل چی مشکلاتی را مرتکب شد. قصه یوسف علیه السلام. اینا قصه های رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که در بدر چی حالت بود، در احد چی حالت بود، بالای خودش چه قسم تجاوز کردن، بالای فامیل. قصه های موحدین کلش بیان میشه. این درباره توحید شد. باز قسم هفتم آیات قرآن هستن که نتایج توحید در دنیا بیان میکنن.
نتیجه توحید که اگر تو موحد باشی در دنیا، این بسیار آیت قرآن است. نتیجه نوح علیه السلام چی شد که نوح علیه السلام و موحدین نجات پیدا کردن، کافرها و مشرکین یا کلش غرق شدن. در زمان موسی علیه السلام نشان میده که موحدین از بحر تیر شدن و فرعون و لشکر کافر و طاغوت و طغیانگرش کلش غرق شدن. این میخوام هامان. پس نتایج اهل توحید نشان میده که ابراهیم علیه السلام کامیاب شد، بالاخره اسماعیل علیه السلام کامیاب شد، موسی علیه السلام کامیاب شد. کلش کامیابی هست برای کی؟ برای اهل توحید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم کامیاب شد و حکومت اسلامی رسید. این قسم یوسف علیه السلام کامیاب شد. این چه هستن؟ قسم نهم معرفی دشمنای توحید است. باز قرآن میگه توحید موحدین خو بیان کرد، صفاتشان بیان کرد، قصایشان بیان کرد. آل دشمنای توحید بیان میکنه که کی دشمن توحید است. بیان میکنه که کافر معرفی میکنه، ان الذين كفروا. باز منافقین معرفی میکنه، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم مؤمنین. مشرکین بیان میکنه، مرتدین معرفی میکنه، دهری ها را معرفی میکنه، بدعت کارها را معرفی میکنه، مغضوب علیهم معرفی میکنه، کسایی که سرشان غضب الله شده، ضالین کسایی که گمراه هستند که حق نمیفهمه، از دل خود دین جور میکنن، فاجر و فاسق. اینها را کلشان معرفی میکنه که اینا دشمنای توحید هستند. و قسم دهم صفات دشمنای توحید بیان میکنه که چی صفت داشتن. فرعون چی صفت داشت؟ بسیار بدماش بود، علا فی الارض، بدماشی میکرد، ظالم بود، خائن بود، متکبر بود. ابلیس چی داشت؟ ابا و استکبر. صفات دشمنای توحید از ابلیس شروع میکنه، از شیطانهای جنی بازمه به شیطانهای انسانی، از فرعون و هامان و شداد و نمرود. صفتهای از اینا را بیان میکنه. باز قصه های از اینا را بیان میکنه که چی قصه هایی داشتن. قصه فرعون چطور بود، قصه ابلیس چه قسم بود، قصه شداد چه قسم بود، قصه قوم نوح علیه السلام چه قسم بود، قصه قوم لوط چطور بود. کل قصه های از اینا را بیان میکنه. باز قسم سوم نتایج دشمنی توحید، قسم 12 در دنیا بیان میکنه که انی کسایی که با توحید دشمنی میکردن نتیجهشان چی شد. نتیجه فرعون چی شد، نتیجه هامان چی شد، نتیجه شداد چی شد، نتیجه ابو جهل چی شد، نتیجه فرعون ها چی شد. کل زیره الله. پس کل آیت درباره چی است؟ بیان کردن توحید از دشمنای توحید هم معرفی میکنه و نتایجشان بیان میکنه. و قسم سوم 13 چی رو بیان میکنه؟ خب نتایج دشمنی توحید در دنیا و نتایج دشمنی توحید در آخرت بیان میکنه. 13 نتایج توحید. اونجا مثلا ما و شما خب بازی یک دفعه مختصر شد تا 14 تا رو براتون میگم. و نتایج دشمنی توحید در آخرت 13 و قسم 14 شناخت نواقص و نواقص عقیده توحید هستند که مثلا باز آیاتی هست که بیان میکنه که در کدام صورت ایمان انسان و عقیده انسان نقص پیدا میکنه، در توحید تو ضرر میرسن، نقصان میرسن، کدام کارا رو میکنی. و بعضی کارهای دیگه هست که توحید نقص نمیکنه بلکه بیخی مشکنانه عقیده تو را. باز این آیات قرآن بیان میکنه که مثلا فلانی شخص استهزا کرد، توهین کرد، کفر گفت، قرآن زیر لغت خود. بعضی مسائل است که باز این میاد در قرآن و سنت. این کلشان چی هستن؟ این کلش درباره توحید است. همین 14 تا مثلا من خلاصه براتون بگم. شناخت اولش، قسم اولش شناخت خالق است در ذات، صفات، افعال، عبارات، احکام و نامهاش. قسم دوم شناخت حقوق توحید و مکملاتش بود. قسم سوم شناخت لوازم توحید بود که چی بود؟ دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله که معادات و چی میگفتن؟ ایره ولا و برا هم میگن و موالات و معادات هم میگن. قسم چهارم معرفی اهل توحید بود، قسم نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین معرفی میکرد. قسم پنجم صفات اهل توحید و قسم ششم قصه های اهل توحید. قسم هفتم نتایج اهل توحید در دنیا. قسم هشتم نتایج اهل توحید در آخرت که در آخرت جنات تجری من تحت الانهار، جنات ها هست، مغفرت الله هست، کامیابی است. قسم نهم معرفی دشمنای توحید. قسم دهم صفات دشمنای توحید. قسم 11 قصه های دشمنای توحید. قسم 12 نتایج دشمنی توحید در دنیا. قسم 13 نتایج دشمنی توحید در آخرت و قسم 14 نواقض و نواقص
عقیده توحید. امام ابو حنیفه رحمه الله چی میگه؟ میگه الفقه فی الدین لافضل من الفقه فی الاحکام. او میگه فقه در دین بهتر است از فقه در احکام کرده. ولئن یتفقه الرجل کیف یعبد ربه. سیکو این امام ابو حنیفه رحمه الله چی میگه؟ میگه تو باید فقه در دین داشته باشی، در عقیده. اگر تو در عقیده خوب فقیه باشی، این بهتر از نسبت به ای که تو در احکام، در دیگه مسائلی که احکام بیان میکنه در او تو فقه داشته باشی. یعنی مثلا در احکام روزه و احکام نماز و احکام حج و احکام زکات یاره از او کرده که احکام از او مهم است، لکن از او کرده افضلتر. میگه چی هست؟ میگه این بهتر است، افضلتر است در تو. چرا؟ تهداب دین تو را محکم میسازه. باز چی میگه امام صاحب؟ میگه ولئن یتفقه الرجل کیف یعبد ربه. اگر یک شخص تفقه و علم و دانش حاصل بکنه که الله را چه قسم عبادت بکنه، یعنی به وحدانیتش، خیر له من ان یجمع العلم الکثیر. این برش بسیار بهتر از نسبت به اینکه بسیار علم بخونه. بعضی کسا بسیار خوشحال است والا ما منطق خواندیم، که ما فلسفه خواندیم، که ما قدر در منطق ارسطو را میفهم. حتی یک استاد یک وقت ما داشتیم میگه حتی ما علم موسیقی را خواندیم. اینجا امام صاحب میگه که نه، از این که تو قدر علم زیاد داشته باشی و در عقیده مشکلات داشته باشی و توحید، همین استادی که الله سرش رحم بکنه، همین قدر که بر ما میگه که عالم است بسیار، که میشش بحث میکرد، اما در عقیده ما از پیش از او 4 کلمه یاد نگرفتیم. معلوم میشه که خودش هم بسیاری مسائل اعتقادی را هم تو بی تفاوت بود. یک روز بر ما نگفت که بیاین که بچه‌ام براتون قل هو الله احد، بیاین که اقسام توحید بیان بکنیم. ما کلان شده بودیم، اما بسیاری مسائل اعتقادی را نمیفهمیدیم. این مشکلش در چی بود؟ این در چی است؟ این مشکلش در کجا بود؟ این مشکلش در این بود که این میگه امام صاحب باید بفهمیم. دیگه یکی از علمای دیگه چی میگه؟ قاضی کمال الدین بیاضی میگه، این هم از علمای احناف است. میگه امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده را فقه اکبر به خاطر عظمت موضوع آن گفته است. میگه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امی عقیده توحید علمش چی گفته؟ این را فقه اکبر گفته هست. فقه اکبر باید چی مانا؟ که یعنی این یکی فقه اصغر است که احکام است، که مثلا فرایض و واجبات و سنت ها و مستحبات، و یکی فقه اکبر که موضوعات توحید الله هست، ربوبیت الله هست،